خدا ماهی رو آفرید تا شنا کنه، ولی هیچ کدوم از ماهی‌ها برای شنا کردن آموزشگاهی چیزی نمیرن و با همون استعداد به دنیا میان. خدا پرنده ها رو آفرید تا پرواز کنن، ولی هیچ کدوم از پرنده ها برای پرواز کردن آموزشگاهی چیزی نمیرن و با همون استعداد به دنیا میان. خدا بذرها رو آفرید تا به یک درخت تبدیل شن، اما هیچ کدوم از بذرها برای تبدیل شدن به درخت آموزشی چیزی ندیدن، چون به طور غریزی درخت شدن تو وجودشون هست. یعنی اون استعدادی که خدا در درون هر یک از موجودات قرار میده بیشتر از موفقیت چیزیه که باید اتفاق بیفته. این موضوع برای آدما هم صدق میکنه، ولی مشکل ما اینه که هممون از اون استعداد درونیمون فاصله گرفتیم. هممون داریم شبیه هم میشیم. اکثر آدما تو موقعیت‌های قرار گرفتن و کارایی رو انجام میدن که دور از استعداد درونیشونه. برای همینه که بعضیا با اینکه خیلی تلاش میکنن ولی موفق نمیشن.